چاربینی ما که دولتداری ملی نام دارد بر روزی تأسیس اولین جمهوری تاجیکستان رسم می‌آید، زیرا فردا 14 اکتبر روزی تأسیس جمهوری مختار شوروی سوسیالیستی تاجیکستان است، همان جمهوری که در نتیجه زحمت قهرمانای ما کلانتر، مهمتر و وسیعتر شده همین وطن امروزه ما جمهوری تاجیکستان را بنیاد گذاشت. بنابراین ما میتونیم که همین واخوری ما در روز تأسیس جمهوری تاجیکستان به مناسبت این جشن بزرگ برگزار میشد. بنابراین من میخواستم که علاوه بر این که این را همچون مجلس و کنفرانس قبول کنید، یک کمی روحیه ایدانه دیم با قرصک زنی، با استقبال، زیرا نمی یک ساعتی که من صحبت میکنم همراه خواهیم دید که چگونه که یک رشته از درون سوزن میگذرد، ما از درون آتش تاریخ، از درون ظلم تاریخ گذشته امروز صاحب امی وطن شدیم. بنابراین این بی شبهه عید است، جشن است. هر باری که درباره وطن گپ میزنیم من همیشه احساس میکنم که این یک جشن است. استاد ترسونزاده در داستان جان شیرین وقتی که سرنوشت ادیب بزرگ پاکستان فیض احمد فیض را قصه میکنن، میگن که از وطن گپ سرکنی در میگرفت. ببینید این تاجیکی است، در میگرفت آتش. از وطن گپ سرکنی در میگرفت، در به مثلی هیزومی تر میگرفت. چون فیض احمد فیض سالها درباره استقلال مبارزه برده بود، سوخته بود، او یک پرچم استقلال بود و وقتی که وطن استقلال میگفتی استاد ترسونزاده میگن که همین فیض احمد فیض میلرزید. بنابراین وقتی که من درباره دولت گپ میزنم با احساسات، با این صدای بلند و گاه لرزان و گاه خندان و گاه گریان، شما نگید که این چی میگه؟ این درد، یعنی درک همین است که چگونه به همین روز رسیدیم. وقتی که او فاجعه تاریخی که پشت این خرسندی ایستاده است ما درک کنیم، در حقیقت وقتی من میگم که امروز روزی تأسیس جمهوری تاجیکستان برای ما جشن است، به اختیار همه ما راضی میشیم که این در حقیقت چی است؟ یک جشن است. و این جشن برای ما از این نظر مهم است که در همین جهان امروز من همی قدر حساب کردم، روی خطا رو نشان دهنده های سازمان ملل متحد، دیگر تشکیلات رو، همگی 2% ملت ها صاحب دولتند. شما این رقم رو، این کسی معلم است، امام است، کارگر ایدئولوژی است، به هر تاجیکی را رسونه، همگی 2% ملت ها صاحب دولتند. چون تصور نکنیم که هر ملت یک دولت دارد، هر خلق یک دولت دارد. اصلا خیلی نیست. در جهان امروز 7,500 خلق و ملت است، خرد و بزرگ. این سایت یونسکو ببینید نوشته که 7,500 زبان و خلق و ملت وجود دارد، ولی همگی 250 دولت است. اگر همین دولت ها رو با ملت ها قیاس کنیم، پس میگیم 98% خلقای جهان دولت ندارند، فقط 2%ش دولت دارد. پس تاجیک چقدر خوشبخت است که در همون 2% دولتدار داخل می شود. این مقدمه، همون نکته افتخار ما همین است که ما میگیم که ما در صفی همون 2% دولتدار، یعنی یک خود فدراسیون روسیه ده پوتین به مناسبت جنگ اوکراین صحبت کرد، گفت که من از نامی 300 خلق و ملت روسیه اینجا گپ میزنم.
300 یک دولت دارد. پس این هندوستان 700 خلق و ملت دارد، یک دولت دارد. بعض خلق و ملت های در هندوستان است که تعدادش قریب 50 میلیون نفر است. یک ولایت هندوستان است. بنابراین اینکه تاجیک صاحب دولت است، با همین تعدادی کمش، با همین زمین محدودش، ولی صاحب دولت ملی مستقل خود است. این مقدمه همه افتخارهای ما. از این رو من میخواستم وقتی که درباره استقلال میگیم، وقتی که میگیم ما صاحب دولت مستقلیم، پیش از همه به شاگردا و دوستا و محیط خود گیم که این آغاز دولت داری ما نیست. ما نمیگیم که 32 سال است که ما صاحب دولتیم. ما میگیم که ما هزاران سال صاحب دولت بودیم، ولی 32 سال است که همون افتخار ما بازگشت. بنابراین میگیم این جشنی بازگشتی استقلالیت است، نه اینکه جشنی پیدا شدن دولت تاجیک. اگر ما خگیم هم عمری سیاسی ملتمون رو بسیار کوتاه میکنیم که اگر گیم که ما همی 32 سال است تاجیکو صاحب دولت شدن. ما میگیم نه، هزاران سال صاحب دولت بدیم، ولی 32 سال است که همون افتخار، همون حقوقی تاریخی و طبیعی تاجیکان دوباره برگشت. ما ملتی نوپیدا، نوساخته، از زیر اینمی منبر یا از زیر یگان میز بیرون نآمدیم، بلکه ما یک ملت تاریخی اصیل دارای تاریخ کهن. و یکی از افتخارات تاریخ ما این است که ما ملت صاحب دولت همیشه بودیم. و اگر یک روی خط کوتاه از همین دولت های ما کنید، میگین که ما اشکانیان را داشتیم، کوشانیان را داشتیم، هخامنشیان را داشتیم، ساسانیان را داشتیم، سامانیان را داشتیم و همه ای را اگر پیش رو بیاریم میگیم که ما هزاران سال صاحب دولت بودیم. و این دولت های ما مثل امروز مثل تاجیکستان و ترکمنستان و افغانستان خورد نبود، بلکه ایمپریا های جهانی. و همین سال در جشن نوروز یک حادثه بسیار مهمی شد که شاید بسیاری ها زیر او تنتنه را مشاهده نکردن. در سازمان ملل متحد کنفرانس بزرگ جهانی در موضوع آب و پریخ‌ها شد. همه شاهد بوده، ولی در او برمیگردیم. ولی ضمن اینکه موضوع یخ بود و پریخ بود و آب بود و اکولوژی بود و نوروز بود، پیشوای ملت یک اقدام عجیب سیاسی دیپلماتی ملی کرده که به همین سازمان ملل متحد از نام مردم تاجیک یک هدیه بردن. و این هدیه چی بود اگر یادتون باشه؟ یک تاج رو برده. این مثل همین منبر از شیشه یک پایه ساختن، در همین درآمدگاه تالار اساسی سازمان ملل متحد اون تاج رو نصب کردن. در زیرش نوشتن که هدیه نوشتن تاجی تاجیکان، هدیه تاجیکستان به سازمان ملل متحد. ببینید که اون تاج عادی نبود، اینا زرگرها امروز نساختند. اون تاج 2500 سال تاریخ، تاجی طلایی و طلاکاری دوره کوشانیان. اینا کوشانیان همینجا، یعنی که تاج کوشانیان بردن در دری سازمان ملل متحد نصب کردن. و پیامش چی بود؟ پیامش این بود که ای برادرها، ای خلقای جهان، ما ملت نو پیدا نیستیم. ما 30 سال فقط دولت نداریم، این تاج دولت من. هنمی تاج پیامش این بود که 2000 سال 3000 سال پیش ما دولت بودیم، خلق بودیم، تمدن بودیم. زیرا قبیله تاج ندارد، کوچمنچی تاج ندارد، صحرانشین تاج ندارد، دولت تاج دارد. فرهنگ، تمدن، شاه، تخت تاج دارد. این اتریبوت دولتی است. ما میتونستیم از سنگی گرانبهای الماس از بدخشان کنیم برمونیم، میفتیم سرزمینی گوهر،
ولی چرا پیام تاج بردن؟ چون که میخواستن به تمام جهان بگن که پشت سر ما تمدن و دولت داری چند هزار ساله ایستاده است. این پیام تاج همی بود. بنابراین به این مقصد من گفتنی بودم که انمیخ سابقه دولت داری پشت سر ما هست و ما دولت های داشتیم که ابر قدرت بدن و در کنار می دولت فقط ساختار نیست. دولت تمدن وقتی است که باز فرهنگ داره، سطح داره، علم داره. در این ساحه ما بسیار قدیم و بزرگ بودیم و من یک مثال فقط میارم که بسیاری ها شنیدن، ولی در این روز جشن تاجیکستان یک بار دیگه میگم که همین در بنای سازمان ملل متحد در وینا که بنای سیومی سازمان ملل متحد است در اروپا، در درآمدگاهش یک هیکلی است که 4 طرف 4 بزرگ نشسته است هیکلی بزرگان تمدن جهان. و وقتی از نزدیک اگر همین بعد همین درس بعد همین سمینار در تلفن‌های خود امو را کوبید 4 تاق بزرگا، حتما یک بار همین خیلی دیده افتخار کنید که هر 4 امو بزرگ جهان تاجیک، هر 4. من خیلی در همین درآمدگاه سازمان ملل اگر نیابد در همین صفحه فیسبوکی من با شرحش ماندم در صفحه خودم. از همین پیش شنونده است ابن سینا، پدری طب جهانی، شخصی که 1000 سال با کتابی او اروپا طب خونده است. شخص هر آدمی که با طب سینا نجات یافته است این نقش تاجیک است که او را نجات. از این طرف شنونده است عمر خیام، پدری وقت، پدری کلندر، پدری تقویم. امروز 14 اکتبر این تقویم معاصر عمر خیام ساخته است. پدری وقت نامش بود تقویم جلالی. از این طرف شنونده است ابو ریحان بیرونی، پدری جغرافیا، کسی که هنوز در عصر نو قطر زمین رادیوس زمین چین کرد. 500 سال بعد اروپا چین کردن به نام یونان نوشتن. از طرف دیگر زکریای رازی، پدری خیمیا، الکل برای مردکای الکل می نوشه. هر بار بگه که زکریای رازی این محصولات ملی ماست، چون که ایره تمام جهان این کشف تاجیک است الکل. زکریای رازی یا که خیمه را برای تمام این چی نظم تلفن و میکروفون و میستکن و چیزی داریم، یعنی ما قرضدار پیش زکریای رازی هم چون علم خیمه را کشف کرده است. بنابراین در 4 طرف 4 تاجیک. چرا میگم 4 تاجیک؟ چون که هم سینا، هم زکریای رازی، هم عمر خیام، هم بیرونی در حدود دولت سامانیان زندگی کردند. یکی از بخارا، یکی از رای، یکی از خورز، یکی از نیشاپور. بنابراین ببینید 4 تاجیک ماندن، نوشتن 4 پدری تمدن جهانی. انا سطحی ملت، اینا گذشته ملت، اینا سابقه ملت. بنابراین اگر ما نمیخواه روحیه دولتی و ملی ما احساس کنیم، در پیش هیچ کس احساسی کم بود نمیکنیم. اعتماد ملی قوی رو به دست میاریم که من همین سردار ریاست سیاست خارجه بودم. کسی که همین ساعت کار کرده است میدوند که وقتی در سیاست خارجه یگان پروتکل امضا میشد، بعد در یک لعلی شراب میبیارن، آب یا شراب میارن، همه میگیرن، بعد توست میگوین. من بسیار بودن تشکیلات های بین خلقی نمین بخصوص بخش اتحادی دولت های مستقل و همش توست میگن، مثلا ارمنی، گرجی، ترکمن، قرغیز، روس. از بزرگان خود یگان چی میگن؟ مثلا میگن مخدوم قلی چنین گفته است، ابای چنین گفته است، ایش میگه که یسین چنین گفته است. وقتی که من از تجربه میگم، هیچ کس پست و بلند نمیگم، از تجربه خودم. وقتی ما از بزرگان خود مثلا نوبت به تاجیک اگر میرسید، من میگفتم از خیام، از رودکی، از ابن سینا، از مولانا جلال الدین رومی، از سعدی، یگان پاره رو به روسیه به انگلیسی میگفتم. احساس
احساس میکردن که اما همشون گنگ شدن، چون که در برابر بزرگی تمدن ما، در برابر بزرگی سخن بزرگان ما، سخن اونا قیاس نشونده بود. بنابراین همین گونه من میگم که یعنی اگر انمیخ خود ما هر یکی ما پر از دانش باشد، پر از فرهنگ باشد، پر از تمدن باشد، خودش صاحب همون تمدن باشد، باور کنید در نزد کسی احساس کمی نمیکنید. این نامش اعتمادی ملی. پس این گپ اول ما این بود که یعنی ما یک تاریخ بزرگ، دولتداری بزرگ، تمدن بزرگ داریم. در دسترخوان تمدن بشری ما دست خالی نآمدیم. این میگن سفری همه کس میره دوستا، هر کس احساس میکنه که من چی سهم گذاشتم. ما در تمدن جهانی با سری بلند میریم. برگردیم به امروز، با فاجعه این ملت با چنین تاریخ، با چنین دولت، با چنین تمدن آوردن در یک بخش خرد کوهستانی وطنش جا کردن که این دولت تو. همین نامش فاجعه ملی ما. یعنی ما امروز از همون جغرافیای عظیم ملی، از همون قدرت کلان، همگی یک فایزش را در اختیار داریم. یک فایز. این من جغرافیا را گرفتن، خریطه ها کتی، سایت ها کتی، کتاب ها کتی مقایسه کردیم. همین حدود که امروز تاجیکان همچو دولت ملی در دستشان دارن، همگی یک فایز یا یک درصدی همون سرزمینی تاریخیشان است. اگر به زبان علمی و حقوقی گوییم، یعنی حدودی حاکمیتی رسمی تاجیکان، اونجایی که تاجیک اداره میکرد، حکومت میراند، همین حالی 100 برابر کم شده است. 100 برابر. برای که امیر عاد یک فهمیم بیدیم، مثلا حدود دولت هخامنشی را اگر گیریم، همین جمهوری تاجیکستان وطن عزیزی ما 1% خاک هخامنشی است حاضر. اگر حدود دولت سامانیان را گیریم، دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع حدود داشته. این همین روزی گذشته، همین یک روزی 4م 5م بود، نمایشگاهی بین خلقی کتاب بود در دوشنبه. من همون کتاب خریدم، نامش جغرافیای تاریخی سامانیان. انا جمهوری تاجیکستان امروزی ما در قیاس با اون میشه 3.5%. اگر همین ورق من فرضاً حدود دولت سامانیان باشد، همین جمهوری تاجیکستان حاضر انا میقدرش است. فهمو؟ این دولت سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع، این 143 امروزی ما 3%. فهمو؟ پس ما چی میگیم؟ میگیم که همین 1% باقی مانده است. این آخرین یادگار، آخرین جزیره، آخرین پاره از اون وطن بزرگ تاریخی که در اختیار مردم ما باقی مانده است. این آخرین شانس، آخرین پناهگاه، آخرین امکان این مردم برای صاحب دولت باقی ماندن. حالا من را شرمتم چرا؟ انا از زمین رو ما به این تاجیکستانی خیلی نگاه میکنیم. گرچه ما میگیم خرد است، 1% است، ولی بزرگترین ثروتی که امروز داریم انا جمهوری تاجیکستان دولت ملی ماست. همین راه می آمدیم، نوشته است شهرک سامانیان، ناحیه خراسان، ناحیه کوشانیان. این آمدن شهری باختر، با او بالای رودکی نوشته ولایت ختلان. شما تصور کنید، اگر شما تاریخ این ملت را تصور کنید، پیش رو بیاره و منظره ملت ما، اول خرسان میشیم چین نامهای بزرگ ملی، سامانیان، کوشانیان، خراسان،
باختر. ولی اگر یک دم تحمل کنیم، من ما را خونده آمدم قریب فریاد کنم، میگفتن که این ناحیه‌ای که ما 10 دقیقه در گذاشتیم نامش ماندیم خراسان. خراسان این قدر نبود. خراسان 1000 برابر همین خراسان. از انمو سیند، هند تا ایران، افغانستان، تمام آسیای مرکزی، اویغورستان، خیتای جنوبی، قزاقستان، همین خراسان. بنابراین او رودکی گفته بود که کجا میری خراسان است پیروزی آنجاست. او رئیس ناحیه خراسان در نظر نداشت، بلکه او میری سامانی که خراسان اداره میکرد در نظر داشت. بنابراین میخوام بگم که همین نام‌ها را میبینیم، از یک سو افتخار میکنیم، از یک سو باید همیشه باید بریم که این خراسان نیست، این یاد از خراسان، این گرد از خراسان، پاره از خراسان. یا کوشانیان ایمپری جهانی، این تاجش پیشوای ملت بردن در سازمان ملل متحد نصب دادن. این کوشانیان نیست، این ناحیه، این یاد از کوشانیان، آثار از کوشانیان، گرد پاره از کوشانیان. بنابراین میخواستم بگم که اولی باختر هم میخیل، ختلان هم میخیل، پایتخت ختلان و بلخی بزرگ، مادر شهراش. بنابراین همین نامهای تاریخی ما از یک سو اگر افتخاری ما را افاده کنه، از یک سوی تاجیکستان رو مثل یک آثارخانه، مثلا چقدر شما آثارخانه میره یک کوزه از عصر این، یک کوزه از این، یک کوزه از این، همین سیاست ملی پیشوای ملت این کشور رو به یک آثارخانه تاریخ و تمدن ما تبدیل کرده است که شما در نام هر ناحیه، یعنی میگیم سوخت نیست، این 10% سوخت است، همین ولایت سوخت. میگیم این سوخت یاد از سوخت. هر وقت میگیم ختلان، سوخت، خراسان، معناش این است که سوخت ما تو رو فراموش نکردیم. خراسان تا از یاد ما نرفتیم، ما تو رو به یاد داریم، این ناحیه رو به یاد گذاشتیم. یا که از همین فاجعه‌ای حاضر اومدیم که در امون رهنیسه شهرکی سامانیان یک استریلکه مونده، مرکز ناحیه رودکی، با در این فخرآباد یک دیه را گذاشته سامانیان. انا که بینید من میگم دولتی سامانیان 3 میلیون کیلومتر مربع، این سامانیان 3 کیلومتر مربع، میلیون برابر. خب لیکن ما چرا سامانیان گذاشته؟ یعنی که یادی سامانیان، یعنی که ما تو رو فراموش نکنیم. برای همین در همین جاهای ما اگر یگان آدمی بزرگ از دنیا رود، به یادی او یک کودک نامش میگذارن که همون را فراموش نکنیم. بنابراین سامانیان و ساسانیان ما به همین معنا. بنابراین من میخواستم بگم که این کشور یادگار از نمون تاریخی بزرگ است. برای که همین گپ از یادمون نرود و جوانای عزیزی ما ایره در یادشون گیرن، یک فرمولای آسان میگم که همین را هر روز در یادتون میارد. مثلا ما در سرودی ملی تاجیکستان که یک سرودی بزرگ ما است، همه هر روز میخونیم، در هر چاره‌بینی با او آغاز میکنیم. یک جا هست میگیم که زیدوری زمانه ها رسیده ایم. هست؟ اینا دانشجو یک بار میتونه بگن زیدوری زمانه ها رسیده ایم. خب انا وقتی میگیم زیدوری زمانه ها رسیده ایم، شما همون لحظه در یادتون بیارید که این معناش این است که ما ملت نوپیدا نیستیم، از همون زمانهای دور ما آمده ایم، ریشه ما هم گونه عمیق است، یک ملت اصیل. ولی بعدا میگیم که تو از امید رفتگان ما نشانه ای. هم که مصر هست، تو از امید رفتگان ما نشانه. یعنی چی؟ معناش این که ای تاجیکستان، ای یک فایزی باقی مانده، تو آخرین چیزی هستی که از نمون بزرگی دولت و ملت و جغرافیا و سرزمین ما نشانه ای. از هخامنشیان هم تو نشانه ای، از ساسانیان هم برای ما تو نشانه ای، از کوشانیان هم تو نشانه ای، از سامانیان هم تو نشانه ای. تو از امید رفتگان ما نشانه ای.
بنابراین همین جای سرود ملی آمد. من خواهش میکنم که یک بار دیگر این گریبانو سوز کرده قومت روز کردم که از پیش رو گذرانیم که ای تاجیکستان، ای آخرین چیزی که در دست ما مانده است، تو از امیدی رفتگان ما نشانه ای. بنابراین تو را به کسی نمیدم، تو را به کسی نمیفروشند، دیگر این جای معامله ندارد، تو آخرین چیزی که ما داریم. تشکر. انا اگر همین گونه سرود ملی را هر بار از وجودمون گذرانیم، قسم ما به این وطن هر روز زنده میشه، سوگند ما به این کشور هر روز زنده میشه که تو از امید رفتگان ما نشانه. من تو رو به کسی نمیتونم. اینجا خواهرها شیشتن، معلمای عزیز، یک مثال خانوادگی اگر بیاریم، شو عیب نکنی، خیلی گنجو پخش نکنی. من 2 تا اپا دارم، هر یکتش یک تایی مهره و گردنبند و از مادرمون یادگار دارد. این همه اجاره نشین میشم و نمی فروشه، قرض دارم شوه او را نمی فروشه. بعد میگین که چرا این داری که همون گردنبند یا چمون فروش خیلی $10,000 میرفت. میگه که نه، این آخرین چیز که از مادرم مونده است، تو از امید رفتگان ما نشانه. یعنی همین، یعنی که انقه حس کردن در کار که همین آخرین چیزم است، این را دیگر نمیبازم. انا برای همین من این بخش سیاست جنبش کنیم. اگر بخوام بگیم که همین جمهوری تاجیکستان و حفظ آن دیگر برای ما مسئله سیاسی و ایدئولوژی فرنگی فقط نیست، این مسئله حیاتی است. همین اگر حفظ کنیم باقی میمونیم، حفظ نکنیم مثل تاجیکان دیگر در خارج محو میشیم. من وقتی میگم که همین جمهوری تاجیکستان همین یک فایزی باقی مونده، این آخرین شانسی ماست، این آخرین جایی است که تاجیک همچون ملت میتونه زبان، فرهنگ، ارزش ها، منفعت خود رو قپت جاری کند، حمایت کند. این یگان گپ ایدئولوژی نیست، این هم یک فکتی تاریخی است. من این طرف شمال، این طرف جنوب نگاه که اگر همین دولت از دست روه، یا سرنوشتی اینو یا سرنوشتی اینو. بنابراین وقتی بگیم این تاجیکستان آخرین شانس است و این حفظ آن مسئله حیاتی است، این هیچ گپی سیاسی نیست، بلکه میگیم که این یک تحلیل یا حقیقتی تاریخی است که متاسفانه خصوصا در همین عصر حاضر که ملت ها زیاد آمیخته میشن، نبودن دولت ملی این نبودن ملت میشه. پس همین تزی جنبستی این بخش اون میشه که امروز بودن ملت تاجیک، بقای تاجیکان، این نام سمینار چی بود؟ دولتداری ملی و نقشان در بقای تاجیکان در شرایط نو. پس فرمول اساسی ما میشه در این بخش که بقای ملت تاجیک یعنی بودن یا نبودنش آینده است، با بقای جمهوری تاجیکستان هم چه دولت امروز هم ماناست. بنابراین اگر همین دولت حفظ میکنه حفظ میشه، همین دولت رفت، این معلوم 2 نمونه در جنوب در شمال. انا برای من وقتی که تاجیکستان و حفظ آن دیگر مسئله سیاسی نیست، بلکه چی است؟ مسئله حیاتی. ما برای چی دیگه حساس گپ میزنیم، از وطن گپ سر کنی در میگریف؟ برای چی؟ برای که ما درباره بود و نبود خودمون گپ زده استودیم، درباره یگان مسئله فرهنگی، ایدئولوژی، سیاسی گپ نزده استودیم. من فریاد زده استودم منبر که بچه‌های عزیز، دوستان عزیز، همین بودن تاجیکستان، حفظ تاجیکستان یعنی حفظ تاجیکان، حفظ هر یکی شما.